یکی از سوالاتی که خیلی زیاد از ما پرسیدید در مورد لک‌های پوستی و انواع اون و راه‌های درمانش هستش. لک‌های پوستی یکی از مشکلات پوستی هستن که خیلی ها ازش شکایت دارن و به پزشک پوست مراجعه میکنن. امروز میخوام در مورد لک‌های پوستی و انواعش و راه‌های درمانش براتون توضیح بدم. معمولاً لک‌های پوستی علل‌های مختلفی دارن. میتونه عللش مشکلات سوخت و ساز باشه، مثلا مشکلات کبدی که اغلب اینجور فکر میکنن ولی در واقع اغلب اینجور نیست. میتونه علتش مشکلات ارثی باشه، میتونه علتش زخم‌ها و عفونت‌های ناحیه پوست باشه که ماندگار بشه، میتونه علتش التهابات پوستی باشه مثل سلولیت باشه. اما یک علت خیلی مهمش میتونه مشکلات هورمونی باشه، مثل همون تنبلی تخمدانی که در پست‌های قبل براتون توضیح دادم. این خودش باعث لک‌های پوستی میشه. یک علت خیلی شایعش کمبود ویتامین ها و مواد معدنی مثل زینک، مثل سلنیوم و مثل کلسیوم هستش که باعث لک‌های پوستی میشه. اما لک‌های پوستی چند نوع دارن. شایع‌ترین نوع لک‌های پوستی که حالا در ایرانی ها بیشتر دیده میشه لک‌هایی به نام ملاسما هستن که موسوم هستن به لک‌های دوران حاملگی. این لک‌ها به خاطر تغییرات هورمونی در دوران بارداری به وجود میان، ولی در مواردی در آقایون و حتی بچه‌ها هم دیده میشه، در موارد خیلی کمی. این لک‌ها به صورت لک‌های قهوه‌ای هستند و گسترده هستند و در واقع باعث میشن که با گسترششون میتونن ادامه پیدا کنن بعد از حاملگی اگر درمان نشن. درمان این لک‌ها خیلی ساده هستش. این لک‌ها جالب اینجاست که تو افرادی که پوست سبز دارن ملاسما یا لک‌های حاملگی بیشتر. درمانش هم شامل مواردی مثل استفاده از کرم‌های ضد لک و روشن کننده در کنار کرم‌های ضد آفتاب هستش. یک عامل دیگه که برای درمانش مؤثر استفاده از مزوتراپی هستش. کوکتل‌های روشن کننده پوست هستش که قبلا براتون توضیح دادیم. مزونیدلینگ یا میکرونیدلینگ به اضافه مزوتراپی مؤثر هستش. میکرودرم و مزوتراپی هم یکی از روش‌های دیگه هستش. کرم‌های ضد لک خوب اتفاقا برندهای ایرانی وجود داره که مؤثر هستش و لازم نیست هزینه زیادی برش بکنیم. یکی دیگه از لک‌هایی که خیلی وجود داره و بیشتر در افراد با پوست روشن و موهای روشن و قهوه‌ای یا بور دیده میشه در واقع ککومک یا فرنکل هستش. ککومک در تابستان‌ها بیشتر، بزرگتر و وسیع‌تر هست به صورت لکه‌های قهوه‌ای. اینا از 5 سالگی شروع میشه و بعد کم کم ادامه پیدا میکنه. در تابستان‌ها مستقیما تحت تاثیر اشعه نور خورشید هستش و بیشتر میشه و در زمستان‌ها کوچکتر و سطحش کمتر میشه. راه درمان این لک‌ها از همه مهمتر و اولویت اول استفاده از کرم‌های ضد آفتاب هستش. حالا بستگی به نوع پوست که چرب یا خشک باشه داره. استفاده از کرم‌های ضد لک هم مؤثر هست تا حدودی. در کنارش استفاده از کوکتل‌های مزوتراپی روشن کننده پوست که وجود داره یا کوکتل‌های مزوتراپی هیالورونیک اسید در کنار روشن کننده پوست خیلی موثره که توسط پزشک باید تزریق بشه، یا میکرونیدلینگ و مزوتراپی یا همون مزونیدلینگ و یا میکرودرم و مزوتراپی بسیار مهم هستش. یک مسئله دیگه هم که در مورد این لک‌ها وجود داره اینه که اینها باعث میشن که روحیه فرد یه خورده دچار مشکل بشه و اتفاقا این اثر بذاره این استرس و لک‌ها گسترده تر بشن. و آخرین نوع لک‌های شایعی که میخوام امروز، سومین و آخرین نوعش، در واقع لک‌های پیری هستن. دیدین رو افراد پیر، تو افراد پیر روی دست‌هاشون یا روی ساعدشون لکه‌ها و یه حالت خال‌هایی وجود داره. اینها به خاطر مشکلی که دارن اینه که به تدریج حالا اونطور که باید و شاید
تخلیه اون رنگدانه ها صورت نمیشه و این رنگدانه ها جمع میشه. اینها معمولا حالا از سنین 30 سال به بالا برخلاف تصور 30 تا 40 سال شروع میشن و با افزایش سن اینها تشدید میشن. برای درمانش هم میتونیم از کرم‌های ضد لک مخصوص افراد مسن یا مزوتراپی استفاده کنیم که خیلی مؤثر هستش. ممنونم از اینکه امروز هم با این پست ما همراه بودید. هر سوال یا نظری دارید زیر همین پست میتونید کامنت بذارید. در پناه پروردگار همیشه سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.